همه خو نابکم در چشم گریانی من است، گشت پیدا از جراحت های پنهانی من است. این همه خو نابکم در چشم گریانی من است، گشت پیدا از جراحت های پنهانی من است. قاصدی جانم که آید بهر قتل دیگری، قاصدی جانم مگو کو قاصدی جانی من است. قاصدی جانم که آید بهر قتل دیگری، قاصدی جانم مگو کو قاصدی جانی من است. خواب دیدم دوشکیان لب میگزم اینک هنوز در لبش مانده نشانی زخمی دندانی من است. خواب دیدم دوشکیان لب میگزم اینک هنوز در لبش مانده نشانی زخمی دندانی من است. از جگر جامی کبابا ورزی خونی دل شراب، این شبان خون خاری بد مست مهمانی من است. از جگر جامی کبابا ورزی خونی دل شراب، کین شبان خون خاری بد مست مهمانی من است. درود تماشابینان عزیز، با طی کردن کوتاه‌ترین مهلت وقت دیگر باره به دیدار شما رسیدیم و خوشحالیم که همین دیدار نصیب ما شد. برنامه خاطره هاست منظور شما و این نوبت ما تصمیم گرفتیم که اطراف 6 مقام حرف بزنیم، اطراف مقام اسفره. زیرا ما از شهر اسفره امروز مهمان داریم یک نفر از هنرمندان انسمبل خلقی 6 مقام سرایان شهر، عبدالقوی اسمانوف، و همچنین یک نفر از مقام خوانان مشهور کشور، استاد کنسرواتوری ملی تاجیکستان که با همین مقام یعنی با مقام اسفره خیلی آشنا هستند و بارها در برنامه ما شرکت کردند. ظاهرشاه حیدر و خوش آمدید به برنامه ما. سلامت باشید. تشکری زیاد میگوییم. خوشبختانه امروز در تلویزیون سفینه چنین برنامه‌هایی هست که از دیدن
این برنامه انسان لذت میبرد و یاد از گذشتگان میکند، یاد از موسیقی ملی میکند و امروز باعث افتخار است که در مکتب‌های مقامخانه شهر، من در مکتب مقامخانه تاجیکستان بسیار مکتب‌هایی هست که انسان افتخار میکند که چنین مکتب است و هر یک منطقه که امروز در تاجیکستان ارزی وجود دارد و نام دارد، به خود یک لحن دارد، به خود یک موسیقی دارد، به خود یک عنعنه دارد. چون میبینیم همین معرکه‌ای که امروز ما میبینیم از همون معرکه‌ای که عروسی دامادی الکی فرق میکنیم که هر یک منطقه به خود عنعنه دارد، به خود یک سرود دارد، به خود یک شیوه دارد، به خود یک طرز سخنگویی دارد. بله. حتی همون سخنگویی آنها به خود یک لپیش دارد و یک ناله دارد، یک آواز آهنگ دارد. بله. و امروز باعث افتخار است که امروز ما همراه دوستمون عبدالقوی اسمانوف رو خوش آمدید میگوییم به پایتخت کشورمون و برادر عزیز برای ما خواهش کردن که خوب میشد که برای من کمک میرسانده در این برنامه. من یاد از استادان و یاد از آن انسامبلی که امروز انسامبل خلقی که در اسفره فعالیت میکند برای دوستداران صنعت، برای خاطره های گفته باشم. راستی چنان گفتید مکتب مقامخانه اسفره از قدیم و ایام برای ما بسیار آشنا است و زیرا خودتون دست پروری همین. بله. و همین مکتب و حیات اسفره در عموم در اسفره به دنیا آمدم، فکر میکنم که همون عنعنه، همون موسیقی در وجود من هست. بله. و باعث افتخار است که در اسفره چنان استادان به دنیا آمدند که برای موسیقی مردم اسفره مخصوص برای شش مقام بسیار زحمت های زیاد کشیدند تا به زمان ما رسیده آمده باشد و محض همین زحمت های همون آنها استادا بودند که ما امروز جوانان همون مکتب مقامخانه اسفره را امروز در پایتخت و عموما در کشورم عزیزمون دوام داده ایستادیم. و از خود زیباپری حافظ، عمر حافظ، خود زیباپری در مقام عراق یک نمود اوج زیباپری هست که تمام آن مقام خوانانی که الکی از مقام خواندند و شش مقام را خوب میدانند، الکی میدانند که در مقام اوج هست، اوج زیباپری. در مقام دو اوج هست، یعنی اوج زیباپری و اوج ترک. با اصطلاح زمان در دوران استقلالیت که امروز ما به دوران استقلالیت گذشتیم و بعضی سخن‌هایی که غیر تاجیکی بود امروز به مقام وارد کردیم، یعنی اوج سما، یعنی اوج ترک به سما گذشته شد و همه موسیقی شناسان یعنی فکر میکنم که این را قبول کردن. از خود زیباپری عمر حافظ، یعنی دوگاهی عمر حافظ، اینجا عبدالقوی سرایدان دوگاهی چار. من فکر میکنم که این هم باشد یکی از زحمت‌های خود استاد عمر حافظ است. و خود استاد میرزا قربان سالیف که یکی از نوازندگان مشهور که مخصوص مکتب خود را دارند و امروز همه آن غیجک نوازانی که در تاجیکستان هستند پیوسته کوشش میکنند که همین مکتب را به خود آموزند. این باعث افتخار است. و خود ابراهیم جان نورمتوف که نام آن کس یعنی به قصر فرهنگ گذاشته شده است و امروز هنرمندان دوام دهندگان این استادان، استاد عبدالرحیم شیرمت و استاد عثمان جان یوسف و استاد قاسم جان حسنوف و استاد خودی بنده لطف الله خان فیضیوف و خود راهبری انسامبل یعنی خلقی شش مقام خوانان امروز هنرمند مردمی اسرائیل خان فیضیدینوف و بسیار نوازندگان امروز هستند که در این انسامبل فعالیت کرده ایستادند و خوش به حال آنهایی که امروز چنین مکتب بزرگی شش مقام خانه اسفره را دوام داده ایستادند. آنها در حقیقت قهرمان هستند. امروز برای نسل نورس این مکتب موسیقی را رسانده ایستادند و من بسیار برای آنهایی که تشکر میکنم که برای عبدالقوی، برای من همین مکتب موسیقی مردم اسفره را رسانیدند. باید هر یک هنرمند وقتی که همین ساحه را انتخاب نمود باید پیوسته با برابری آموختن باید یک چیزی از خود گذاشته باشد. چون استادانی که ما نامبر نمودیم آنها به نسل نورس گذاشتند، یک چی ایجاد نمودند و من فکر میکنم که حاضر عبدالقوی دوگاهی چار سرایدند امروز تمام هنرمندان از این دوگاهی چار واقف هستند چون غزل عبدالرحمن جامی بود. از سرایدنش الکی میدانند که این خاص مقام اسفره هست و باید هر یکی ما از این افتخار کنیم و در انسامبلی که امروز در انسامبل شش مقام خانه اسفره امروز فعالیت دارد و در این انسامبل چنانه که برادر عزیز ما در این برنامه شرکت نمودند من باوری دارم که حالی هر یکی آنها
می آیند در این برنامه اشتراک می نمایند و یاد از گذشتگان این استادان می کنند. تشکر زیاد و ما در ادامه صحبت می خواهیم که عبدالقوی یک ترانه بسرایند. کدام ترانه را می خوانید و چرا انتخاب می کنید؟ یک ترانه می خوانیم با نام امروز نام دارد. این ترانه هم مشهور شدگی است. برای مخلصان می خوانیم. مرحمت. رسد بادی صبا امروز برانگیز فرانم می رسد بادی صبا امروز به من امری محال است دیدنی خویشو صبا امروز من امری محال است دیدنی خویشو صبا امروز به حسنش آرزومندم اگر آید به نزدی من به حسنش آرزومندم اگر آید به نزدی من کنم خود را قلندر از پسی آن دل ربا امروز کنم خود را قلندر از پسی آن دل ربا امروز مثلی او ندیدم هیچ کسی را خوش لقای دوست مثلی او ندیدم هیچ کسی را خوش لقای دوست مثلی او ندیدم هیچ کسی را خوش لقای دوست کنم خود را قلندر از پسی آن دل ربا امروز کنم خود را قلندر از پسی آن دل ربا امروز کمان ابرو صدف دندان رخش با مثل گل خندان کمان ابرو صدف دندان رخش با مثل گل خندان مرا کردی تو سرگردان در این ملکی حصار امروز مرا کردیم تو سرگردان در این ملکی حصار امروز تماشاچیان عزیز، منظور شماست برنامه خاطره ها و ما امروز از شهر اسفره مهمان داریم. هنرمند انسمبل خلقی شش مقام خانانی شهر عبدالقوی اسمانوف بار دیگر خوش آمدید و برنامه ما و قبل از سراییدن این ترانه گفتیم که بعدا صحبت رو اطراف فعالیت شما عموما اطراف فعالیت فعلی انسمبل ادامه میدیم، زیرا برای ما خیلی مهم است دانستن اونی که همین شیوهی که واقعا هم خیلی معروف است، محبوب است در میان مردم، نه تنها در منطقه سوخت، حتی در دیگر منطقه های کشور چگونه رفته ایستاده است.
аслан ман мусиқии шашмақомро дар овони кӯдакӣ бисёр дӯст медоштам. аз устодо аз тариқи телевизион ва радио гӯш мекардем ва баъдан соли 2006 мактаби миёнаи литсеи касбии санъат дохил шудем. унҷоро муддати 5 сол хондем. соли 2010 ба консерваторияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон ба номи талабхоҷа сатторов омадем дохил шудем. инҷоро бо муваффақият хатм намудем. баъд фаъолияти худро дар ансамбли халқии шашмақоми шаҳри Исфара кору фаъолият дошта аз онҷо омӯхтем. ина бо омӯхта истодаем. чанд нафар ҳунармандо ҳастен дар ансамбл? дар ансамбл хато накунам 16 нафар ҳастем. 8 нафар навозанда дорем, 7 нафар сароянда. бо онҷо устодо ҳастанд: усмонҷон юсуфов, исроилхон файзиддинов, ҷамшедҷон шокиров, ҳамкасбономо кароматулло ғафуров, искандархон файзиддинов. бо ҳаминҳо ҳамкорӣ карда истодаем. умуман мо ки ҳоло дар бораи мақоми Исфара гуфта истодаем, чун атрофи фаъолияти шумо ҳарф задем, аз дигар мақомҳо низ сароида мешавад дар ансамбли шумо? дар назар дорем масалан мақоми хуҷанд ки онам як шеваи фарқкунанда аст, дигар аст. албатта мешавад. унҷа аксар мо силсила мехонем. силсилахонӣ ина сарахбор мешавад. сарахбор бо таронаҳош қашқарча, талқин, уфар. биед дар идомаи барнома боз ҳам як таронаи дигар агар пешниҳод кунед, кадом таронаро интихоб мекунед? гулозорам бошад. марҳамат. روزگار آشفته تر یا زلفی تو داده یا کار من، زر کمتر یاده ها ند یا دلی غمخوار من. شب سیاه تر یا لبت یا لفظیگو هر باری من، شهد خوشتر یا لبت یا لفظیگو هر باری من، شهد خوش تر یا لبت یا لفظیگو هر باری من نگارم. ای گل ازارم مایه رحمی به حالم، دردش به جانم مایه. ای گل ازارم اشکان من را تو مریض نگارم. نظمی پروین خوبتر یا دنیا دندانی تو، قامتی تو روسر یا سر یا گفتاری من، وصلی تو دل جویتر یا ناله های زاری من، هجری تو دل سوزتر یا ناله های زاری من، هجری تو دل سوزتر یا ناله های زاری من نگارم.
به حالم دردش به جانم وای گل زارم اشکان من را تو مریض نگارم صبری من کم یا وفا این نیکوام یا شرمی تو خوبی تو بیشتر یا اندوه تیمانی من یار یار قربانت منم چشمی تو خون ریزتر یا چرخ یا شمشیر شام یار یار آرام جانم چشمی تو خون ریزتر یا چرخ یا شمشیر شو غمزه‌ای تو تیزتر یا تیغیان آزار من نگارم ای گل زارم وای رحمی به حالم رحمی به حالم وای ای گل زارم اشکان من را تو مریض نگارم. دوستانی خوبم، اینجا تلویزیون سفینه است و حالا شما برنامه خاطره ها را تماشا کرده ایستادید. عین زمان بهر شما ترانه گلوزار هم صدا داد و رحمت که ما را تماشا کرده ایستادید. ظاهرشا من همین ترانه یک ترانه خیلی معروف است، یک ترانه هست که هنرمندان معروف آن را سراییدن و تا حال همین ترانه در صحنه ها سراییده می شود. بیاید درباره مقام همین ترانه در عالم شش مقام حرف بزنیم. یکی از استادان شش مقام که هر یک شش مقام خان از شنیدن این نام افتخار و یک حسی ملیش بلند می شود، چون که این یکی از استادان صنعت استاد حاجی عبدالعزیز رسولوف، یکی از شش مقام خانان، یکی از شش مقام دانان و شش مقام خانان مردم تاجیک است. خودی اشاق سمرقند، گلعذارم، بازارگانی، بیباغچه یک سرودهای ایجاد کردند که در تمام معرکه های مردم تاجیک این سرود صدا می دهد و از شنیدنش انسان یک جهان معنی و یک لذت می برد. از شنیدن این آهنگ اگر مشاهده کنید یک بوی اصیلی تاجیکی می دهد. وقتی اهل معنی جمع می شدند و شاعران، نویسندگان، همه اهل معنی جمع می شدند و حتما آنجا سرودخوانی می شد و خود استاد حاجی عبدالعزیز هم در اونجا برآمد می نمودند و همین سرودها را ایجاد نمودند که همه ما عموما هر یک شش مقام خانه که امروز خود را همچون شش مقام خان میگیرد باید از این سرود واقف باشد، باید داند،
باید خوب این سرودها را دارند که چونکه در هر یک معرکه های ما این سرودها طلب کرده می شوند. بله از جانب مردم. بله همون سرود گل عذارم رو یعنی سرایی و این در مقام عراق پرده عراق گرفته شده است که اوجهای بسیار شیرین دارد و چون اوج ترک یعنی اوج سما دارد و برای این سراییدن کمی دیاپازون کلان باید داشت. اگر با تنبور مثلا و هر هنرمند میتواند با همون استعدادی که دارد با همون قدرت صدایش میتواند این رو سراید. چون که ما گفته نمیتونیم که حتما باید تو از این نوت سرایی و همون چنین امکانیتی که دارد. بعضی هنرمندا هستند که دیاپازون محدودانه که شیرین میسرایند و از شنیدن بسیار لذت می بعضی سراینده شاید دیاپازون کلان دارند لیکن اینقدر آوازی به دلچسب ندارند. بگذار آوازشون بسیار دیاپازونش بلند است اما همون شیرینی رو داده نمیتونن. یعنی سرود خواندن من فکر میکنم داد زدن نیست. مقصدی ما همون به مردم شنونده رسانیدن است تا همون احساس کند کمی از شنیدنش راحت کند شاید از شنیدن یک به دیگر دنیا وارد شود. موسیقی خودش نیست احساسات است. و موسیقی حال است. وقتی که چهار شنونده لذت برده ساده است هنرمند باز از خود الهام میگیرد. شاید از خود من فکر میکنم که یک باز زیباتر میسراید. شش مقام در آن است که یعنی یک خیل سراییده نمیشود. موسیقی حال است. روزی میشود که شاید عصبی هستی همون سرود رو به همون شنونده رسانده نمیتوانی. شاید میشود که یک روز بسیار خرسند هستی به همون شنونده رسانده میتوانید. یک موسیقی حال است و این چارچوبه ای که مثال قالب دارد یکی ساختار سرخط میان خط دو نصره اوج یعنی نمودا همش هست لیکن خواندنش به همون حال سراینده به همون شنونده که در همون یعنی در جایی که شده است بسیار تاثیر خود را میرساند. و باید ما هنرمندان پیوسته کوشش کنیم که هر یک سخنی که میسرایم اول خود ما باید تحلیل نماییم و ما چی گفته ایستادیم و خودمون پسند آید. بله و خودمون پسند آید. وقتی که شما خودتون الهام میگیرید و یک ذوق میگیرید و از سراییدن تو یک الهامی زیاد میباید من باوری دارم که همون شنونده هم قطار شما به دنیای شما وارد میشود و یک جای شاید به همون سفینه امید میرسید. بله و حالا ما که به انتهای برنامه نزدیک میشویم از عبدالقوی میخواهیم که یک ترانه دیگر همین زیبای بازخوانی کنند که ما نیز با همراهی عبدالقوی به یک دنیای زیبای شش مقام وارد شویم به دنیای زیبای همون مقام اسفره که واقعا هم یک جایگاه خاصه دارد در دل مردم و با همین برنامه رو جمع بست بکنیم. کدام ترانه رو انتخاب میکنید؟ سرودی که میخوانیم فروغ عملی دیگاه نام دارد با غزل پری حصاری از مقام دیگاه خوانده میشه. مرحبا. باورم آید که امشب یار آید در برم باورم آید که امشب یار آید در برم آید ببینم تا بیاید باورم ساغرم از عکس روی یار دارد موجی می یارم موجی می جوشی تجلی میزند در ساغرم موجی می جوشی تجلی میزند در ساغرم دل برم هرگز نمیآید بخوابم در بغل
یارم در بغل آید به بیداری ز مستی دلبرم در بغل آید به بیداری ز مستی دلبرم گوهرم آلیست از گردی یتیمی در نظر در نظر آینه حسنی معانی گوهرم کمترم داند پری از زر حسنش می سزد می سزد گویم که من از کمتری و کمترم کمترم داند پری از زر حسنش می سزد یارم می سزد گویم که من از کمتری و کمترم می سزد گویم که من از کمتری و کمترم. تماشاچیان عزیز، برنامه خاطره ها بود منظور شما و یادرس میکنیم که امروز در برنامه ما قرار داشتن هنرمند ششمقم سرا، دوستی همیشگی برنامه ما ظاهرشاه حیدرов با همراهی یک نفر از هنرمندان انسامبل ششمقم خانان اسفره عبدالقوی اسمانوف. تا برنامه های بعدی، زندگی با کامتان خیر.